بختیار شاه این دو کتابی که حاضر من شما را تقدیم میکنم خدمتتون عرض میکنم که سفردیده مدینوی که من از مدینه مکرمه و مکه شریف نوشتم این صرفاً و عمقاً مذهبی نیستند. اینها یک دیدگاه، یک نظرگاه از یک سفری هست که فرض مثال ناصر خسرو می نوشت. سفرنامه هایی که ما در ادبیات کلاسیکی خیش داشتیم متاسفانه حالا نداریم. همین گونه سفرنامه ها را خدا رحمتی متخان لطیفی هم نوشته بودند، من یاد دارم. محمد گمزود هم نوشته بودند. و اما در اینجا من کمبودی سفر را نوشتم و برتریتش را نیز. کتاب دومی که به شما تقدیم میکنم از خدا بیامرز حاجی اسماعیل پیر محمد زاده عقیده های اخلاقی و ضد افراطی امام اعظم هست زیبا. که این کتاب را شخصا بندوبست کرده، ترتیب کرده، خوانده، اصلاح کرده، پیشکش اهل نظر کرده. هم در اینجا یک بابی که زیر سرلوحه را من گذاشتم: ابو حنیفه اساسگزار زبان تاجیکی در اسلام. اگر امام اعظم که تاجیک اصل بودند نمی شدند و زبان تاجیکی را به اسلام وارد نمی کردند، تاجیک ها هم مثل مصریان، مثل سوریوی ها، مثل یمنی ها و مثل کلیه‌ای که امروز دولت های عرب میگن اینا عرب نبودن یا زبان ملت خود را داشتن. ما در عرب فنا فی الفنا می شدیم. امام اعظم را خوانید، سفردیده ها را بینید و خوش آمدید. در اینجا من یک نوشته هم دارم با شما. اصلی خطی من را مشکل است خواندن، برای میخونم. با بختیار شایف، طبیب عیسوی هوش و دکتر مسیح و نفس، از مؤلف این نقد حقیر تقدیم شد. ستون بر بام ملت قامت ماست و میدونید چرا؟ ما میتوانیم. میتوانیم. عبدالقادر